دوستان به خاطر اینکه این نبشای دیوار یا نبشای ستون کارش خیلی قشنگ و شیک در بیاد و لبه پریده نشه تو ضربات، از کرنوبیت به جای زیر کار از کرنوبیت موقع نقاشی بتونه کاری استفاده میکنن. این کرنوبیت اینا به این شکل برش میزنیم، به این شکل برش میخوره و با بتونه درستش میکنیم. کار ما هم شیکتر در میاد و همین که یه موقع ضربه چیزی بخوره این لبه پریده نمیشه. بعد از اینکه نقاشی شد این کرنوبیت دیگه دید نداره. به جای اینکه از کاغذ استفاده کنیم این بهترین کاره برای زیر کار در آوردن و کات میشه، خیلی هم کار تمیز در میاد. خدا نگهدار.